زمانی که مریم علیه السلام حامله بود و زیر درخت خرما نشسته بود، در اون لحظه از شدت درد و سختی گفت یا لیتنی میت قبل هذا، ای کاش قبل از این مرده بودم. در اون لحظه الله متعال بهش فرمود که درخت خرما رو تکون بده تا خرما بریزه. و ما میدونیم که یه شخص قوی هم نمیتونه درخت خرما رو تکون بده. پس نتیجه میگیریم این پیامی از طرف الله متعال که در هنگام سختی حتی شده یه قدم هم برای بهتر شدن برداریم و مابقی رو به الله بسپاریم. سلام علیکم. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا وانشر علينا من الله متعال وقتی در قرآن کریم میخواد ادب و اخلاق یادمون بده، در مورد موسی علیه السلام میفرماید زمانی که موسی علیه السلام به اون دوتا دختر شعیب کمک کرد، خدمتی بهشون کرد، رفت یه گوشه نشست. دقت کن، بعد از این که بهشون خوبی کرد رفت یه گوشه نشست. این یعنی این که وقتی در حق کسی خوبی میکنیم هی بروش نیاریم، هی منت نذاریم سرش. سعی کن در حق همه خوبی کنی و فراموش کنی که چه خوبی هایی در حقشون کردی. و الله متعال بازم در قرآن کریم میفرماید و ما کان ربک نسیا، و پروردگارت هیچ وقت فراموشکار نبوده و نیست. سلام علیکم. هیچ کار خوبی رو کوچیک نشمر. هر کار خوبی رو که میشناسی انجام بده. تو خیابون داری میری، میبینی یه نفر ماشینش خراب شده، بهش کمک کن. تو خیابون داری میری، میبینی یه چیزی افتاده که داره مردم اذیت میکنه، اون رو بردار. شخصی رو دیدی داره آشغال جمع میکنه، خیابون رو جارو میکنه، بهش سلام کن. کسی رو دیدی ناراحته، اگه میتونی ناراحتیش رو برطرف کن. کسی رو دیدی که نیاز داره بهش لبخند بزنی، پس لبخند بزن. تمام کارهای خوب انجام بده، ضرر نمی کنی. تو که نمیدونی به وسیله کدوم کار خوبت خدا تو رو میبخشه. خدا خیلی بخشنده و مهربونه. تا توانی رفع غم از چهره غمناک کن. در جهان گریاندن آسان است، اشکی پاک کن. سلام علیکم. الله خوشحال میشه وقتی یکی از بنده هاش توبه کنه. رسول الله علیه السلام میفرمایند بیشترین خوشحالی الله زمانیه که یکی از بنده هاش توبه کنه. الله دوست داره ببخشه. وقتی یه بنده میگه یا الله، الله در جوابش میفرمایند لبیک عبدی، بله بنده من، بگو چی میخوای. وقتی که شب شد این همه مسافت دور میون خودت و آسمون رو با یه سجده از بین ببر. واسجد واقترب، و سجده کن و نزدیک شو. مثل یه بچه گریه کن، بگو خدایا گناهان منو ببخش، غم و ناراحتی منو برطرف کن. الله دوست داره ببخشه. الله خوشحال میشه از توبت. سلام علیکم. یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو. رسول الله علیه السلام میفرمایند شیطان گفت خدایا به عزت و بزرگیت قسم، بنده هات رو گمراه میکنم تا زمانی که روح در جسدشون باشه. و الله متعال در جوابش فرمود به عزت و بزرگیم قسم، تا زمانی که توبه کنن گناهاشون رو میبخشم. ابن قیم رحمه الله میگه که وقتی گناهی رو انجام میدیم الله متعال گناه ما رو میپوشونه و بعدش صدامون میزنه که بیا به طرفم، و بعدش گناه ما رو میبخشه و بعدش دوستمون خواهد داشت و در آخر گناه های ما رو تبدیل به خوبی ها میکنه. سلام علیکم.